سلام، با یه ویدیوی دیگه یا آنباکسینگ دیگه با من همراه باشین. قراره با هم دیگه آنباکسینگ داشته باشیم و میخوایم از رژ لبای بی‌نظیر مک شروع کنیم به صحبت کردن. آنباکسینگ امروز رو میخوام شروع کنم از رژ لبای همیشگی مک. این که میگم همیشگی واسه اینه که یکی از موندگارترین رژ لباییه که توی مارکت وجود داره و اینکه هیچ وقت قدیمی نمیشه. شیداش خیلی خوش رنگه و هم به تنهایی خوش رنگه روی لب، هم میشه با هم دیگه میکسشون کرد و یه رنگ فوق‌العاده دیگه به وجود آورد و من واقعا از رژ لبای مک نهایت رضایت رو دارم. باکس اول رو باز میکنم که 2 شید مختلف توشه. باکس اول رو باز کردم. رنگ اولش یه رنگ کالباسی خیلی خوش رنگه که اسمش هست تانکس 540. و رژ لب بعدی یه رنگ قرمز درشکی خیلی خوش رنگه، قابل توجه اونایی که طرفدار رنگای قرمز و زرشکی هن و موندگاری عالی داره و شماره 707 رابی وو. به نظر من تو هر کمپانی یه سری از محصولاتش هستن که گل سرسبد اون کمپانی هن. توی کمپانی مک هم من رژ لباش رو ترجیح میدم به بقیه محصولاتش، گرچه اسپری فیکسش هم خیلی خوبه ولی من رژ لباش رو یک جور دیگه ای دوست دارم. یه مینی پکیج خوشگل دیگه هم داریم بازم از مک که اسم این رژ لب هست مهر. من این فکر میکنم بار چندمیه که دارم این محصول رو چارج میکنم، به خاطر اینکه برای رنگ بیس خیلی انتخاب خوبیه. وقتی که میخواین یه رژ لب کالباسی خوش رنگ داشته باشین، من همیشه این رو برای بیس استفاده میکنم. میبینین؟ روی این میشه از رنگ‌های مختلف پینک هم استفاده کرد، روش میشه از لیپ گلاس هایی که توناژ پینک یا صدفی دارن هم استفاده کرد و خیلی ترکیب دلچسب و دلبری بهتون میده. باکس بعدی از بابی براون هستش. به این صورت بابی براون جز اون برنداییه که تو این سالهای اخیر خیلی سر و صدا کرده و خدایی من از هر کدوم از پروداکتاش که استفاده کردم، مخصوصا ژل ابروش و آیلاینرش، بسیار راضی بودم و بسیار موندگاری خوبی داره. این باکس رو با هم دیگه باز میکنیم که یه پنسل آیلاینر داره. من خیلی آیلاینرهای بابی براون رو دوست دارم. این 3 توش بود. این آیلاینرهای پنسلی بابی براون امتحانش رو به من پس داده بود، واسه همین دوباره چارجش کردم که توی کیتم داشته باشمش. و خودتون نگاه کنین که همینقدر روون و بدون اینکه دستم رو فشار بدم چه رنگ مشکی جذابی بهم داد. خب این ریمل هم باهاش اومده بود توی پکیج که شاتش به این شکله، شات فشرده‌ای داره و من تو دیسکریپشنش خونده بودم که باعث والیوم مژه ها میشه و اصلا کلا اسم ریملش هست اسموکی آی مسکارا. خب یعنی زمانی که اینا تاکید میکنن روی اسموکی بودن یک پروداکتی، مسلما این هم باید یک رنگ مشکی خیلی استرانگی به مژه هاتون بده. و این محصول جذاب فسقلی که 2 رنگ سایه شاین بابی براون هستش و خیلی برام جالبه که بدونم، چون من از سایه های بابی براون استفاده نکردم تا به الان. دلم میخواد ببینم که همون قدری که خط چشمشون استرانگه، اینم همون کارایی رو داره، همون کافر رو داره یا نه. خوشگل رنگش ولی خیلی لایته. خب الان اگه بخوام رو دستم نشون بدم مسلما اصلا نمیتونین متوجهش بشین که رنگش خوشم اومد. یکم یا پشت برگمون بزنیم، گرچه من سایه شاین آردی دارم. نه خوش رنگ، خوشم اومد.
من کلا طرفدار میکاپ های شاینی و سایه های گلیتری ام. پروداکت بعدی این بسته‌بندی جذاب از تارته که 5 تا شید مختلف بلاش و هایلایتر داره تو این سایزا که اسمشون رو این پشت نوشته، من براتون میخونم: شیمر، تایملس، پالیشد، ایندالجنس و لاویش، که الان با هم دیگه باز میکنیم رنگاشو بهتون نشون میدم. 4 تا بلاش هستش و یه دونه هم شیمر هایلایتر هستش. من خیلی رژگونه های تارت رو دوست دارم به خاطر اینکه خیلی ملیحن، حالا تو هر ترکیب رنگی که باشن. ما شروع میکنیم از رنگ تایملس. به به چه رنگی، میبینین رنگو خیلی خوش رنگه. بو میکنم به خاطر اینکه محصولات تارت همیشه بوی پاستیل میدن ولی اینا هیچ بویی ندارن. سایه های تارت اصلا کلن معروفم به بوی پاستیل و کندی. شید بعدی، واو، این فکر نکنین روی گونه به این صورت ها. همیشه تارت خیلی لایت روی پوست میشینه. من الان اینو میتونم براتون امتحان کنم که چجوریه. و ایندالجنس هستش برندش. این براش هم اینجا رو میز کارم نیست ولی سعی میکنم که با دستم کمی اد بکنم. میبینین چقدر لایته؟ خدا چه رنگی، چه خوشگله. نمیشه که اون ور زد این ور ول کرد یا یه رنگ دیگه زد. نکنه فکر کردین یه شید دیگر رو این ور بزنم براتون. وای خیلی دوستش دارم. الان اگه این با براش میخواست زده بشه که 100% خیلی خوشگل‌تر روی پوست مینشست. بذارید من برم براشامو از بالا بیارم یه تاچش بکنم، ادامه‌شو براتون میگیرم. خیلی دوستش دارم. یه رنگ فرش خیلی جذابی به پوست میده. به قدری پلت‌های سایه تارت خوشبوه که قبل از اینکه استفادهش کنی دوست داری بخوریش. خیلی خوشبوهن. رنگ بعدیش، حالا همش منتظر اون هایلایتر، اما فکر میکنم اون آخر هایلایتر جذاب تارت. رنگو مگه میشه؟ وای خیلی خوبه. هی میخوام بزنم من کافیه. مای گاد خیلی خوبه. منم طرفدار هایلایتر الان از خود بی خود شدم. دوستش دارم. خیلی دوستش دارم. اصلا فوق‌العاده خیلی امتحان اون رنگ اولی هم که امتحان نکردم الان فکرم درگیر اونم هستا این بود. اینو تست نکردم ولی اینم خیلی خوش رنگه. چقدر خوشحالم که این پکیج رو خریدم. خیلی خوشحالم که این پکیج رو گرفتم. خب من الان بخوام یه مقایسه کوچیکی بکنم همینجا بین اون سایه شاین بابی براون و این هایلایتر تارت که خب به عنوان سایه هم میشه ازش استفاده کرد. بذارین رنگش رو پیدا کنم. ای بابا همینجا بودا. بله ببین اصلا روی این حرفی نیست. این فوق العاده جذابه. ببینید من دستمو اصلا فشار نمیدم رنگو.
من اینو به عنوان سایه هم استفاده میتونم بکنم. اینجوری نیستش که فقط از هایلایتر برای هایلایت صورت استفاده بکنم. همیشه سایه های شاینیتون رو میتونین روش یا حتی بیسش رو از هایلایترتون استفاده بکنین که رنگ شاین مورد نظرتون تقویت بشه و پررنگ‌تر بشه و یه شاین خیلی خوشگل‌تری داشته باشین. توی استفاده کردن از سایه های شاین هم میتونین به این توجه کنین که میکس کردن شاینا یا هایلایترها با سایه های شاینی خیلی لوک جذاب تری میده، سایه خوش رنگ تری میده بهتون تا اینکه فقط از یک نوع شاین استفاده کنین و بزنین پشت پلکتون. خب با همین هیجان و خوشحالی که با شیدای قبلی داشتیم میریم سراغ این رنگش. خیلی ملیح و دخترونه است، خیلی خوشگله، خیلی خوشگله و من نداشتم این رنگ از تارت رو. سایه مورفین کلا ترکیب رنگیاش توی همین فاز رنگیه که همیشه از اون استفاده میکردم و اورگلس هم، ولی از تارت این رنگ رو نداشتم. و رنگ آخر واو، این توناژ پیچی و حالت نارنجی داره که الان اصلا به میکاپ هم نمیخوره، یعنی چون نمیتونم روی این بزنم، ولی دوست دارم تو ویدیوهای بعدی حتما ازش استفاده کنم و بهتون بگم که رنگش چطور. خب نوبتی هم که باشه نوبت سلطان شانل هستش که تینتش رو برای اولین بار اوردر دادم، به خاطر اینکه خب من جز اون دسته کسی هستم که متاسفانه یا خوشبختانه هر روز میکاپ میکنم و اینکه با اینکه از شید خیلی کمی برای کاور صورتم استفاده میکنم به عنوان فاندیشن، ولی بازم اینجوریه که من هر روز دارم از فاندیشن استفاده میکنم و این تینتا خیلی آبرسانی قوی دارن و اصلا کاوریج فاندیشن رو ندارن. من آگاهم به این قضیه، ولی ترجیحم اینه که کم کم عادت استفاده کردن هر روزه رو از فاندیشن از خودم دور کنم و اینکه پکیجش به این صورته. یه براش نقلی داره که تعریف این براش ها رو خیلی شنیدم و تینتش هم به این شکله که من دیپ برانش رو اوردر دادم اگه اشتباه نکنم. بله لایت دیپ رو اوردر دادم، لایت دیپ بران خیلی برای پوست من دارک میشه، نکن از این اشتباه ها. خب یه کوچولو روی پشت دستم میریزم و میتونم از همین براش خودش استفاده کنم. در واقع اون لایت بران هم دیده نمیشه، انقدر که اصلا مثل آبه. ببینین پشت دستم، واسه همینه که آبرسان خیلی قویه. عاشق محصولات شانلم، مخصوصا که سالهاست دارم از کرم موئسترایزر شانل استفاده میکنم، به خاطر اینکه ببین حدود 80-90% آب خالص به پوستت میده و خب پوست من پوست خشکیه و اینکه من مرتب باید از آبرسان استفاده کنم. ببین این اصلا هیچ کاورج رنگی نداده روی دست من، شاید یه کوچولو میتونین تفاوتش رو با اینجا ببینین، شاید خیلی. آخر بعد از فکر کردن راجع به این قضیه تایم طولانی که آیا میتونم این عادت استفاده هر روزم از فاندیشن کم و کمتر کنم، انتخابم تینت آبرسان شانل بود و شیدش هم یه بار دیگه میگم لایت دیپ که خودتون دیدین یه کاورج خیلی 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 نچرال داره. با آخرمون رژ لب لنکوم هستش که یه رنگ پیچی پینکی خیلی خوش رنگیه که البته وقتی که محصولی رو آنلاین اوردر میدین، مخصوصا اگر که کرم پودر یا رژ لب باشه، خیلی سخته متوجه شدن رنگش، ولی من این رو باز کردم دیدم خیالم راحت شد که آخه نگاه کن چقدر خوشگله. بعد حالت مخملی داره، این برجستگی های این ستارهاش یا حتی ساین لنکومش میشه تاچ شه و فکر نکنین که اینجوری باز میشه. باید این رو یک
خب اوکی. یه تا چی میکنیم و این برای بار 1000 میاد بیرون و رنگ رو ببینید. میبینیم برجستگی های ستاره های ریزو چقدر تا خوشگلی. این هم از اون رنگای سانازیه که مطمئنم دیگه سالها ولش نمیکنم. خیلی دوست داشتمش. مرسی از اینکه تا آخر ویدیو با من همراه بودین. شما رو توی یه ویدیوی دیگه میبینم. تا اون موقع بوس بهتون.